سلام سلام كمسك الختام. دعاهای پیش از خواب و بعد از خواب. به نام آن که جان آفرید. خواب یکی از نعمتهای پروردگار بر ما انسان ها می باشد. وقتی که ما روزی دراز با کارهای خود مشغول می شویم، بدن ما خسته می شود و برای برآوردن این خستگی بر هر یک ما خواب لازم است. در این نوار خواستیم دعاهای پیش از خواب و بعد از خواب را به شما پیشنهاد کنیم. از مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد روایت است که فرمودند وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خواب رفتن شروع می کرد، آن کس دستان مبارک خود را پیش خود یک جایه کرده سوره های اخلاص، فلق و ناس را خوانده بر آنها دم می انداختند و با این دستان تمام بدن خود را مسح می کشیدند. این عمل را 3 مراتب تکرار می کردند. روایت بخاری. در حدیث دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسی که پیش از خواب آیت الکرسی را می خواند، خداوند حافظ را بر آن شخص مسئول می گرداند تا آن را حمایت کند و شیطان بر او نزدیک نمی شود. روایت بخاری. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی کسی از شما خواب رفتن را خواهد، پس به طرف راست خود دراز کشیده این دعا را بخواند: بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه فإن امسکت نفسی فارحمها و این ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. یعنی به نامت ای پروردگار من پهلویم را گذاشتم و به نام تو آن را بلند می کنم. اگر جانم را گرفتی پس رحمش کن و اگر آن را نگاه داشتی پس حفظش نما به آنچه بندگان صالحت را حفظ می نمایی. دعای دیگر حذیفه خداوند از او راضی باد می گوید وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب می رفتند، دست راست خود را تگ سر خود کرده این دعا را می خواندند: بسمک اللهم اموت و احیا. یعنی ای پروردگار من به نام تو می میرم و به نام تو زنده می شوم. از عمرو ابن حریث خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی که با پای طهارت خواب می رود مانند شخصی است که روز را با روزه داشتن و شب را با نماز خواندن گذرانیده است. دوستان عزیز، خلاصه از این حدیث ها برمی آید که افضلتر است با پای طهارت خواب کردن و پیش از خواب سوره های اخلاص، فلق، ناس را خوانده به خود دم انداختن، خود را مسح کشیدن با دستان و آیت الکرسی را خواندن و آن دعاهایی که در بالا ذکر کردیم آن دعاها را پیش از خواب خواندن از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. و سحر وقتی که از خواب میخیزیم چنین دعا را میخوانیم: الحمد لله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور. یعنی الله تبارک و تعالی را سپاسگزاریم که ما را پس از مردن زنده نمود و بازگشت همه به سوی اوست. دوستان، در اینجا کلمه پس از مردن زنده شدن معنای از خواب خیستن را در نظر دارند، چون خواب را برادر مرگ
یا مرگ خرد می نامند. اینها بودند دعاهای پیش از خواب و بعد از خواب از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر خواهیم تابع پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم، پس پیش از خواب و بعد از خواب این دعاهایی که آن حضرت خواندند ما نیز آنها را بخوانیم و این پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.